الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزتمند، امروز هم که باشد بحر شما در بیان سنت های طهارت کمی صحبت میکنیم. انشاءالله بعدا دعا میکنیم. پیش از آغاز صحبت، یعنی پیش از بیان کردن سنت های طهارت، میخواهم اندکی در بیان سنت با شما صحبت داشته باشیم تو که بدانید که سنت چی را میگن. سنت افعال را میگن که از جناب پیامبر صلی الله علیه وسلم با ما و شما مونده است. عزیزان دل، در دنیا کوشش کنید که به سنت های پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم چنگ بزنید. سنت های رسول الله صلی الله علیه وسلم ما را به هدایت، به راهنمایی میبرد. امروز بسیار جای تأسف است که انسان ها اکثریت در باره بدعت بگیم بحث مناظره می رود، لیکن اکثریت سنت های رسول الله صلی الله علیه وسلم امروزه تعیین میکنیم، پروایی نداریم. در حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم آمدگی است که من اطاعنی دخل الجنه و من عصانی فقط ابا. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میگوید کسی که اطاعت من کند داخل جنت میشه و کسی که اطاعت من نکند داخل جنت میشه. اصحاب گفتن قیل و ما یا رسول الله و من یعبا، ای پیامبر گرامی اسلام، هست کسی که جنت نخواهد؟ آخه جنتی که جوانیش پیری نداره، شادیش غم نداره. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت من اطاعنی دخل الجنه و من عصانی فقط ابا. هر کسی پیروی سنت مرا کند داخل جنت میشه و هر کسی که از سنت من رو داند، رسول الله صلی الله علیه و سلم داخل جنت نمیشه. به همین خاطر عزیزان دل کوشش کنید که در دنیا پیروی به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته باشید تا که دنیا و آخرت من شما آباد شود. الله متعال همه ایمان شما را توفیق بندگی عمل کردن به قرآن و به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم نصیب روزی بگرداند. اکنون که باشد در اینجا صحبت سر میکنیم از کتاب خلاصة المسائل. الله برکت شما میده، به حد محنت های خوبی کردن بهر ما و شما که تو که ما یک علم به دست بیاریم. امروز هم که باشد میگذاریم در بیان سنت های وضو، یعنی سنت های طهارت. در طهارت چند تا سنت است، به سمع شما میرسانم. سنت های وضو. مسئله سیوم، یکم شستن هر دو دست تا مجهای دست در اول وضو. در گفتیم که در آداب طهارت هم بیان کردیم تا مجی دست همی دستا را شستن چیه سنت است. مجی دست گفته این می مشت کج میکنی، اینجا که دستت کج میشه هم تا همجا را مجی دست میگن. دوم بسم الله گفتن. دیم سنت طهارت چیه؟ بسم الله گفتن. سه مرتبه آب در دهان و در بینی. در هم دهان بینی 3 مرتبه آب کردن چیه سنت هسته. چهارم مسواک کردن. مسواک کردن امروز اکثریت مسواک نمیکنیم، داشته باشیم نمیکنیم و بسیاری ها با نمیدونن که مسواک چیه. مسواک چو هم چوبی هست که از دولت عرب برای رنگی بگیم که دندان را خلال کردن یک نمود چوبی هست، همون را چی میگن؟ مسواک میگن. همون مسواک چوب چیه سنت. پنجم تمام سر رو ماسک کردن. همین سر همش ماسک کردن چیه سنت است. ششم هر عضو را 3 مرتبه شستن. ششم سنت چیه؟ هر عضو را 3 مرتبه میشوی، همین سنت است. هفتم مسح گوش ها را انجام دادن. هفتم سنت چی بوده است؟ مسح گوش ها را انجام دادن. هم وقتی سرت مسح میکشی با به همون دستا تر هستن درونای گوشات مسح میکشی چیه سنت است. هشتم خلال انگشتان دست و پاها کردن. هشتم خلال انگشتان دست و پا. دست همیشه بعدا آخرون مرتبه مینه چلیکات خلال میکنی، همین را چی میگن؟ سنت میگن. و خلال کردن انگشتا هم همون بعد چلیکی میدهک انگشتات خلال میکنیم چه سنت است. نهم به ترتیب به جا آوردن، یعنی رو بعد دست ها و سپس ماسح سر و در آخر شستن پای ها انجام گرفتن.
و نهم سنت چیه؟ ترتیب، یعنی همه اعضا رو به ترتیب شدن. اول صورت تومجی دست، دهان، بینی، رو، دستا، سر ماسک کردن، بعدا پاهو، همین چیه؟ سنت است. دهم پای در پای شستن اعضا. پای در پای یعنی این اعضا تا شستی دیگر اعضا تا پای در پای بشوید تا اینکه قاق نشوند، همین چیه؟ سنت. مسئله 14 شروع کردن از جانب راست و ماسک کردن از مستحبات وضو می باشد. مسئله 14 مسئله 11 تا سنت است. فهمیدی؟ 11 نیت گرفتن وضو در آغاز وضو. همین نیت میگیری چیه؟ سنت است. مقصد که برای قصد میکنی که من طهارت میکنم، همین سنت است. مسئله 4 مسئله 4 مسئله 3 بود. با مسئله 4 شروع کردن از جانب راست و ماسک کردن از مستحبات وضو می باشد. اکنون میگذاریم در بیان مستحبات گفته هر چیز از طرف راست سر کردن چیه؟ این مستحب است. مستحب امر را میگن که اگر کنیش ثواب میگیری، نکنیش گناهگار نمیشه. از جانب راست اول دستی راست رو شستن، پای راست رو شستن، وقتی لباس میپوشی از طرف راست پوشیدن، پاپوشی میپوشی از طرف راست پوشیدن، همین ها همش چیه؟ مستحب هستن. و برای گردنم ماسک کردنم چیه؟ این مستحب است. مسئله 5 هرگاه 4 عضو که شستن آن فرض است شستن شد، وضو حاصل می شود، خواه قصد وضو گرفته باشد یا نه. البته در صورت نداشتن قصد وضو ثواب حاصل نمی شود. 4 فرض که بعد در اوجه در درسای پیشین بیان کردیم که 4 فرض است: شستن دست، پاها، محض سر. هم 4 تا فرض که است، همین ها را قصدن بشوه یا قصدن، مقصد نیتی طهارت داشته باشه یا نداشته باشم طهارتش درست میشه. لکن اگر نیتی طهارت نداشته باشه و همین تا بشوه، از ثواب همون طهارت چی مینه؟ محروم میمونه، به خاطر که نیت نکرده است، لکن طهارتش درست میشه. مسئله 6 طریق سنت ها همون بود که قبلا بیان شد. اگر کسی برخلاف آنها وضو درست میشه، ولی خلاف سنت انجام شده، احتمال گناه است. مقصد این اول گفتیم دهان بشوه، بعدا بینی، بس رو را بشوه، بس سر ماسک بشه. این آدم اول سر ماسک کشید، پاهوش شد، بعدا دهان بینی را بشوه. نه بگیم که برعکس کرد. همین آدم طهارت درست میشه، لکن ترک سنت میشه. احتمال است که گناه شود. میگه ترک سنت کرده است. سنت چی بود؟ اول دهان، بینی، رو، بعد دیگر اعضا میره. مسئله 7 یک عضو را شستو و در شستن عضو دیگر اینقدر تأخیر نکند که عضو اول خوش شود. مسئله 7 چه میگه؟ یک عضو شست، قاق نوشیده، عضو دیگر را بشوه تا که او قاق نوشیده، مقصد پای در پای بشوه. مسئله 8 در شستن هر سنت است که به دست خوب مالیده شود تا همه جا آن تر شود. مسئله 8 چه میگه؟ همه هر عضوی را که میشوه میگه به هم دست خوب بمالی، همه پوست همش تر شود، یگون جا قاق نمونه. میگه مسئله 9 پیش از آمدن وقت اسباب وضو را آماده و مهیا نموده مستحب است. میگه همون پیش از چی همش مهیا کنه، مقصد همون آب کمی نگیره و که بعضی عضوش بشوه، در بعضیش نرسونه آبش تمام شود تا آب کوفته که همش قاق شود. مقصد آبش همش مهیا کنه، بعدا طهارت سر کنه. مسئله 10 تا وقتی که عذر نباشد به دست خود وضو بگیرد و از کسی امداد حاصل نکند. هنگام وضو گرفتن از صحبت دنیوی پرهیز نموده و در اول شستن هر عضو بسم الله گفتن و کلمه طیبه و دعاهای موصوره را بخواند. مسئله 10 میگه که وقتی که عذر نباشد، یگون درمان نیست، کسلی نیست، او را یگون کسی یاردم نکند، به دست خودش طهارت کند، یگون کس آبش نریزد. اکثریت هستن که در خانه ها میرن، بعدا زنوش آب میریزن، خودشو طهارت میکنن. باید هیچ که در طهارت کردن تر کمک نکنه، خودت به دست خودت طهارت کنی. و میگه در حالت طهارت کردن سخن دنیایی زده نشود و در اول طهارت بسم الله بگوید. میگه دنیوی پرهیز نموده و در اول شستن هر عضو بسم الله گو، بسم الله بگه، بسم الله الله اکبر بگه یا بسم الله العظیم بگه و کلمه طیبه با کلمه طیبه را بگه. در حدیث اومده و دعای موصوره بخواند و دعاهایی هستند در دیگر کتاب ها که مقصد در هر اعضا
لا حول ولا قوة میگه، یا اون دعایی هست که اللهم جعلنی یمینی نور و فوقنا نور، و خدای در طرف راست من نور بگردان و در طرف چپ من روز نور بگردان، در چشمان من نور بگردان. دعاهای هست، همین دعاها را بخوند. مسئله 11: آب هر چند زیاد در دسترس باشد از حد سنت بیشتر مصرف نکند و هر عضو را از 3 مرتبه بیشتر نشوید. این دیدی؟ مسئله 11 میگه آب هر چیز زیادتر هم بود میگه از 3 مرتبه زیادتر نشوید، میگه اسراف نکند. میگه مسئله 12: آب را به شدت بر صورت و اعضا نزند. همون روش را که میگه آب در روش سخت نزند، آهسته بشود. مسئله 13: چشم و دهان را در وقت شستن نبندد. مسئله 13 میگه چشمش میگه وقتی هم روش میشود چشمش نپوشه، و اگر چشم میگه که چشم ها و دهان رو دهانش هم نپوشد، میگه در وقت شستن نبندد. و اگر چشم ها رو طور بس که پلک چشم ها خشک ماند وضو درست نمیشه. اگر هم تا چشم ها تا سخت جقیده که همین پلک های چشمت قاق مونه، کجی یکای چشمت قاق مونه، طورت درست نمیشه. مسئله 14: اگر انگشتر یا دستینه رو در انگشت و دست دارد، در صورتی که بدون چرخانیدن آن قسمت زیرین تر می شود، چرخ دادن آن مستحب است. و اگر تر نمی شود و چرخ دادن آن واجب و لازمی است. و همین طور حکم خالبینی. یک انسان در دستش چاله داره، اسمانه داره، چاله بگیم داره، همون انسان اگر هم طهارت کنه لکن تای تر میشه، لکن مستحب میگه کم تر هم چاله شب بجونه، لکن اونقدر هم چاله در دست سخت درمدگی که تای هم آب نمیداره. لکن در این حالتی که آب در همون تای چاله نداره، واجبه که میگه همون چاله را توب تو تای همون چاله تر کنه. اگر که هم تا بیس هم تا طهارت کنه تای همون چاله تر، طهارتش درست نمیشه. و همین طور از حکم خال بینی. مقصد انسان هایی رم که در بینیوشو چی میکنن؟ چله میگذارن. آدمایی که در بینیوشو چله میگذارن اونها هم حکمشو همین تای باید که همون چله که در بینیشو کردن همون را کو